بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. یک برادر سوال کردن که این گپ راست است که خدا بنده ها را می سنجد، یعنی به هر مشکلات ها گرفتار میکند تا ای که بنده از این مشکلات صبر نماید یا که نه. البته انشاءالله الله سبحانه و تعالی در این دنیا خدا خواهد البته بنده هاش می سنجد به هر گونه انشاءالله سنجش ها. اینکه سنجش هایی که خدا خواهد انشاءالله چی مصیبت ها چی آفت ها البته می سازد، چون که حضرت مولا میگن هر کی در محبت دعوا کند 100,000 امتحان بر او کند. گر بود صادق کشد باری جفا، ور بود کاذب گریزد از بلا. الله سبحانه و تعالی چندین مصیبت ها که ما شما را می سنجیده است. اگر ما یعنی طوری گوینده باشیم، حقیقی بنده الله باشیم، انشاءالله خدا خواهد چی میکشیم این باری جفا را. و اگر کاذب باشیم، دروغگو باشیم، از این بلا چیکار میکنیم؟ ما شما میگریختیم. من الله سبحانه و تعالی در سوره گاو آیت 155 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. صدق الله العظیم. راست گفت خدای بزرگ. هر آینه میگه ما شما را چیکار میکنیم؟ به هر گونه چیز، چیزی که از ترس، یا که از انشاءالله مصیبت گشنگی، یا که از یعنی نقصان به مالهای ما شما، یا که به نفسهای ما شما، یا اینکه به میوه های ما شما، البته الله سبحانه و تعالی انشاءالله چیکار میکنه؟ به مصیبت ها ما شما را میسنجیده عزیزان من. یا اینکه مثال نگیم که از گشنگی که یک گشنه میمانیم، یا که از یه دیگه انشاءالله خدا خواهد نیست شدن مالهای ما و شما عزیزانی من، چی یعنی گاو داریم، یا اینکه پول و مال داریم، یا اینکه از این چیزها کتی، یا اینکه نه انفوسی، یا که فرزند شیرین مو، یا که همسرمو، یا که پدرمو، یا که مادرمو، یا که میوه همو گوها میشود در وقتی اینی میوه پختن، یا که انشاءالله جاله میبارد، یعنی که با دیگر آفت های طبیعی کتی الله سبحانه و تعالی ما شما را میسنجیده است. و خدا میگه که و بشر الصابرین، خدا میگه بشارت صبر کنندگان را. بشارت به چی است؟ استعوذ بالله الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. و کسانی که چون به آنها مصیبت میگد رسد میگد گوین که چیه گوید؟ میگن هر آینه ما به خدایم و به سوی خدا برگردنده هستیم. همین میگه کلمه یعنی مبارکی که قالو این لله و این الیه راجعون میگن دائم انشاءالله خدا خواهد بخوند. و این چنین خوشخبری خدا هست. آیت 157 اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. خدا چی میگد؟ و این گروه که از جانب پروردگارتان میگد چی از درودها است انشاءالله و سلام ها است و بخشش ها است به سوی شما، و این گروه آدم ها راه یافتگانند عزیزان من انشاءالله. که این مصیبت ها خدا خود به سری ما و شما می آید، باید صبر کننده باشیم، طاقت کننده باشیم انشاءالله خدا خواهد. البته اجر و مکافاتش و بشارتش انشاءالله خدا خواهد چی از خداوند ما و شما را با رحمت سازون اگر ما صبر کنیم، طاقت کنیم. یک بدی داد گفتیم، وای گفتیم، اینکه بالای مصیبت اومد شکایت ها کردیم به اداره های دخل دارو، یا که فرزند ماشین زد وفات کردمون ما و شما داد گفته اومدیم، یا که سود بازی کردیم، پرکرار بازی کردیم و ها کذا دیگر اگر انشاءالله گناه کردیم و بعد از آن انشاءالله خدا خواهد الله جون بخشیم و فایدهش نیست.
چونکی والقدر خیره و شره من الله تعالی، هر تقدیر نیکی هر بعدی انشاءالله از خدا است. برامین عزیزانی من، اونا که صدای ما را میشنوین البته صابر باشین. همه مصیبت خدا، چی در بدن مو مصیبت میآید بدن همون در میکند انشاءالله خدا، چی در عائله همو میآید همش نباید که ما شما صبر کنیم و این کلمه مبارک استعیذ بالله قالوا انا لله و انا الیه راجعون تکرارا و تکرارا انشاءالله اگر خواندن گیریم در مصیبت، الله سبحانه و تعالی خدا خواهد شد در بدل این چیز با بهترین و خوبترین هاش خدا خواهد برای ما شما اله خدا خواهد سزاوار نگرداند. از صحبت دیگر در پناه خدا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با شما باد صدای خدا. آموزش شدن را فراموش نکنید.